سلام علیکم برادرو چخیل دیدستین ما شهر آمدیم اینجا کمتر کار داشتیم شهر دا انا آمدیم اینه ازی در شهر قرار داریم برادرو این اینجا در میدان دا آدمو جمع شدگیان برای نمیدونم جشن چیه حکه ما فکر میکنم که دوی ما میخیل این روز 14 فوریه ما خاطرم بروم این روز جمعه با آمد مبارک باشه برادرو الله با 100 تا جمعه دیگه 1000 تا جمعه دیگه زنده باشین چیکار برادرو این خیلی دیدستین ما در میدانیم اینجا آدمو چیکار دستن اینجا پلیس ها هم هست که اگان به ترتیبی نشوه اینجا مردم هم مدام گرفته است اینجا میدان آزادی های اینجا اینا کارت دو دستن چیز دو دستن مردم کارت به پول میتن اینجا توریست ها اومدن ای هر جا اینا برادرو اینجا میدان استراحت میگن رو پروی مسجد قرار داره اینجا دانی اینا چی خیلی دیستن برادرو هر چیز برآوردگیان برای فروش اینا برادرو همه چی هسته خب برادرو اینجا در پلیس هم ایستادگیان با او خاطری که یکم به ترتیبی نشوه خب برادرو ما کمتر کار داشتم راستی گپ آمدم طرف شهر خواستم که یک نوار کنم به شما نشان بدم درباره همین ترکیه کمتر معلومات بدم این خیلی برادرو اینجا آزاد میگردیم اینجا کسی باید کار نداره که تو چی کاره چی کار میکنی آزادی خلاص که برادرو اینجا در میدان در هر چیز هم میبرورن نمایش در کراچی میبرورن کدام یک چیزی در احتیاج داشته باشه اینجا در میوه اینجا در ماشینی پلیس هم ایستادگی گایو ایستادگی پژرنیکو ایستادگیان دیگه چی هم ایستادگیان که برای یگان گپ پیودیشنی نشوه اینجا باشه همه چی این روز که 14 فوریه آدم ها با دوست داشتهشون بگیم هر چیز میگیرن پدرکه ها هست تمام این نمودی پدرکه ها هست این میدان استراحت میدان کلون اینجا در همه ملت دیده میشود اینجا خیرسک چبده زیر همه چی یافته میشود اینجا در خب برادرو اینجا چیزای خوب داشته یا چقدر خوبانه این bayrak Türkiye'dir. Bayrak Türkiye. Hoş geldin. Hemen içi bu da Ece'den. Bayrak Türkiye. خب برادرو اینجا همه چیزای خوب هسته خوشرو هسته اینجا در لباسای کودکانه اینجا در باشه چیزای برای خونه زیب خونه اینا برادرو سلام علیکم kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Bunlar fiyatı ne kadar abla? 200 lira. 200 lira. Evet. Yok, بسیار خوبه 200 لیره و توجیکی چند میشه 200 لیرش 300 لیرش 350 لیرش خودش 100 سومی خدمون میشه 200 لیره کراچی این ایش هم خوب ده این آن تا لختر چا هسته همش چیزای خوبان این مرغ بین این دیدیم برادر چیزای خوبه اینجا لباسا برای کودکای مایده لباسا اینا لباسای کودکانه 150 تیله اینجا سبت دیگه چیزای خوبه اینجا Hakkı. ساعت هایی آن اکی کرک Gidelim. آنی Afam Suriye mi? yok Tacikistan
Tacikistan. Ondan evde çok var. Bayan mı? Evet, evet. Fiyatları uygun. Tacikistan ilk tanıyoruz. Bayan da var. Tacikistan geliyor. Tacikistan. Evet, çok güzel Ben bayan. Tacikistan'dan geldim buraya. Var mı bayan ihtiyacı? Yok. Çok güzel bayan. Genç bayan. Burada mı? Ha burada. Çorlu'da. Çok güzel. Yok ben istemiyorum. Ben evli. Güzel misin? Çocuğum var. Evli. Saat abi 12:41. Tamam. این نفر پیش ما اومد میگه که انا یکی جای گفتم گفت از سوریه گفتم نه از تاجیکستان میگه مقصد دختر این فاحشه داره یک چند تا مقصدش که دختر است. Yeniden Refah Partisi. Pazar günü kongremiz var. Heykel Meydanı'ndan otobüs kalkacak inşallah. Bekleriz. Tamam ablam. Kolay gelsin. یا پیج چیمون دو رکلام کردیسته هیچ چیز ما در کار نیسته چی کرد برادر خلاص که واقعا اومد گفت ایجای گفتم ای تاجیکستان ساعت پرستی ساعت گفتمش گفت که ما دخترای خشرو داریم مقصد دختر داریم اگر بخوای مقصد سومتی میبریم قطیش چی میکنیم من گفتم نه من گفتم خدا را شکر زن دارم فرزند دارم من خیلی کارا چی نمیکنم اما خیلی گفت ولی جای استوگه یه آدما را میقفه مثال میگه زینو کردن میخوای مقصد دخترای خشرو هستی بخوای اگر این اما می اومد دخترای خشرو من گفتم الحمدلله زن و کودک دارم من خیلی چی نمیکنم براهش رفت دیگه هیچ چیز هم نگفتک این اینجا زیره هسته اینا چیزای خوب هسته خلاص که او آدم همین آدم را برای زینو میبرن سومشمتی میبرن دخترای خشرو میارن همه ملت هست نه که همین آدمی که زینو کرد کار حرام کرد تیم بولی در مسافری کرد که والله قسمه او مهنتی کگیش هم دروغه همه زحمتاش ناله والله قسمه نه که الحمدلله خداوند هزاران بار شکر میگم که اینقدر خوشبختی داده اینقدر نعمتی که الله داده ما همش در شکر میگم خیلی بدبختی را انشالله بخواستی الله نمیکنم پلیسا گشتستن برای همیجا را تینجی و آرامی شچ میکنن اینا برادرها اینا راه ماشین او طرف بگذاریم اینجا هر چیز است برای خوردن خدمت شاورما و خودداگ میگیم هم خیلی چیزا است دروم اینجا دروم است مثل شاورما خب برادرها خلاصی گفت که همین کدامی که من میدونم زیادی همین بسیاری آدم‌ها مواجهت مرا تماشا میکنن فرق نداره در کدام کشوری برادرها فقط همین زنا نکنی کار حرام نکنی انشالله به خواست الله هر نیت پاکی داری و الله قسم همش میشود ما همین چی خداوند لنیویت شکر که هر نیت مقصدی کدام به خواست الله عملی گشتگی است همین بعضی آدمی هست که نمی آدم را میبره سومتا برای یک زینو برای یک چیز وقت که همی چی میگن نوسی حرام شده سومتانه یک چیز را میخرم نکی را همه تون میدونن که وقت کار حرام کردی یه روز نه یه روز ضرر کلان میرسه برادرها با به حد خنک به نام الله من میده برم اینجا کمتر کار داشتم مقصد تاجیکستان سوم روی کردن در کار به درستی گفت کارمون بود شد اومدم بانک انا سوم روی کم به خواستی الله میده طرف خانه رفته سمک برادرها ما بگم که البازیاتون میگه این کجای ترکیه باشه اینجا شهر چارلو میگن تکیردک چارلو یعنی تکیردک چارلو برای چی؟ برای که تکیردک مرکز ولایت چونای ولایت تکیردک ناحیه چارلو یعنی خلاص برادرها پناه همه تون با خدا در کجای هستین رای راست تطبیق کردین و خواست الله همه آرزواتون عملی میشه و خداوند همه تون نگهبان باشه ما با شما بودم بابا جان خداوند نگهبانتون برادرها
اینا سمید کدام میخونه سمید نکدر 15 lira beyim. Simitler 15 mi? Yana 15. kaç tane istiyorsun yani? 2 tane versin. Vereyim beyim. Tamam abi. 30 lira. Evet. Buyurun abi. 10 lira vereceğim. Tamam abi. Peynir ister misin yani? Yok. Yeter. Su ne kadar? 10 lira. Hangisi 10 lira? Meyve Ha, suyu bu. mu su mu? Meyve suyu ne kadar? 10 lira. Tamam versin. Meyve suyu. Evet, yok. Bu. Tamam al al. Tamam abi. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol, tamam hayırlı mı? işler. Tamam mı? Tamam. Aha. Diğer simit giriftem ya o diğer giriftem barodaro. Ana bugün ki hamaş 40 lira şid. De tasmit 15 liraya 30 lira şid. Ana 30 liraش 10 سومانی خدمت میشود. خب با بولایگو انا ده تصمیتی تا اوی شفتالو گرفتم. خب برادرو با بگم تو که اینجا در همه آزاده خیلی الحمدلله خدماندنی هست و آزادی هزاران بار شکر. مقصد اینجا که خیلی بگم کسی با کسی کار نداره. همین فقط کارهای غیر قانونی نه که تمام آزاد بگرد کراچی. خیلی برادر جانا خداوند نگهبانتون باشه. فکر میکنم که ویدیو دراز دیبد شد. این ایره دادنمون گفتن آی غلط شد. گفتن اینجا اجدت کنیم اتوبوس میآید. اگر بخوایی نه چون اوجا ملسا رفته سن پولیسو نظارت کردن. اینا برادرو چارلو ای الله های برادر جانای ما دو بار سه بار شد دو سه بار شد که پناه خدا میکنم که با یگان چیزی چی را میبینم میخوام که با شما در نشان بتم یگان چیزی شوقه میخوام با نشانتون بتم. خیلی با کدام وقتی که اگر که طرف همین شهر آمدیم به خواستی الله حرکت میکنیم که با شما در نشان بتیم از اون طرفی را میگردیم میگذاریم. اینا برادرو این طرفی راه ده اینجا ده من پناه به خدا گفتم با شما ده چند بار شد پناه به خدا میکنم با یگان چی نشان میتم. اون اوجه برادرای افغانستانی خودمون با فارسی همه وقت کتیمون گپ میزنه امنو ایستادگی برادرها انا همه چیزی افغانی میفروشن کتیمون با فارسی گپ میزنه همه وقت زبانی فارسی کتی. اینجا باشه پارک برادرها اون اوجه هتل های از یک ما میریم با خواستی الله مغازین میدرویم یعنی مغازه میدرویم. یا دو چیز بگیم که ما 15 روز کارخانه در جوابیم. همین 15 روز خانه در خورده خواب میریم. انا نکی معاش من حساب میکنم 15 روز حساب کارخانه دم میگیریم استراحت میکنیم همه کارگاه ها. نکی معاش من حساب میکنه وقتی معاش میشود مثل پیشتر معاش من میگیریم نمیبرن. 15 روزی که ما اودیخ کردیم خودشون اودیخ میکنن نباشه. ما 8 ساعت کار خدا را شکر کارمون وزمی نیست 8 ساعت کار میکنیم. انا مثلا 8 ساعت که ما کار میکنیم 2 ساعت کار میکنی 20 minut چای کاوت میکنی 2 ساعت کار میکنی 20 minut دیگه با استراحت میکنی. همین خیلی بگم نه که بگم کار وزمی نیست برادرو کار به حد آسانه الحمدلله کار سازه برای همین همش شکر گفتن در کار که الله این نعمت دادگی برادرو. فقط لونی دور وطن یگان کاری حرام نکنیم زینا نکنیم همین کاری چی نکنیم پامون رای راست باشه چقدر خوب میشه. اینجا لباسا را دیدیم برادرها چقدر زورن. این همینه که ما در کانتر مخفول شده لباسای خوب داره برادرها. یا درون بدرویم نه که دیر میشه و بریم خوبترش. خب برادرها همین در که جای هستن لونی همین رای راست بگردیم و خواستی الله مهربان چی آرزو دارین همش
یه روز نه روز عملی میشه. فقط کوشش میکنیم. مقصدی خیلی برادرام ما الحمدلله معاش خوب میگیرم. بگیم قریب 10,000 سوم میگیرم با تاجیکی. نه که امروز حرکت میکنم که بیهوده صرف نکنم. اینا من اومدم میتونستم که سوم دبارم خشرو داشتم لیره. میتونستم که هر چیزی بخوام برم رستوران دا بشین. نه که خیلی نکو اینا 20 لیره دا 30 لیره دایی گرفتم 10 لیره دیگه دایوش. خیلی خوردنی داریم خونه دا چیکار میکنم راست خودی بیهوده. همین خشرو اگر صرف کنی سوم تا خشرو جمع کنی با خواست الله صاحب همه چیز میشه برادرها. گلانی مهنت حلال کردن در کار که این خیلی که مهنت کنی بچی مهنت ها سوم جمع کنی برای در یک فویشه رسول کنی برای در یک کاری حرام مقصد رسول کنی. برای همین برادرها گفتم بسیاری بچی دلا که ویدیو ما قریب 16 مینوتی. من نمیدونم شما یک قدر ویدیو را تماشا میکنین نمیکنین. خیلی کدامی تا آخر را تماشا کن. خداوند نگهبانتون باشه برادرها همتون. خب بابا جون دیگه فراموش نکنین. با انشاءالله ویدیوی نو میپارتیم برادرها. خداوند همتون نگهبان باشه. سلامی بفرستین به تمام کل مردم تاجیک از ترکیه از شهر چارلو. خداوند نگهبانتون برادر جون.